تاجیکستان کشور آرام است، ما ازش 1000 بار شکر میکشیم، آرام است، لیکن کار نیست. کاری یافت نمیشه در تاجیکستان. تاجیکستان بیکاری زیاد است. این 12 سرایال چه قسم نان بتیده اینجا. کمک ملل متحد هم قدر نیست. او اگه کمک هم میکنه 1-4 تا بیوه و بیچاره را میکنه، برای دیگران هم میته. اگه مریض میشی یک میری پیش دکتر اونجا نسخه میته، دوا را میگیری، دلش 20% میته، دلش 50% میته. خب اینجا بار تلاش نکردین که باز اینجا وارد سینما شوین و کار بکنین؟ اینجا سینما و قدر رشد نکرده تا ولی کس دقم سینما فیلم واجم در کشور نیست. اگر آرام شود افغانستان و دشمنی ما از مردکه یا او بمره یا ما دیگر راه نداره کجا بریم.